من گله دارم از روشن فکران و شاعران و هنرمندان ایرانی، حتی دولت مردان ایرانی هم میبایست این کار میکردن که کرد هر سه بخش عراق و سوریه و ترکیه رو به ایران متصل میکردن. به دلیل اینکه اینو بگم خدمتتون، کرد نه ترک نه عرب فارس هم نیست، ولی ایرانی با فارس همریشه است. اصلا میشه گفت با فارس عموزاده است. من این نظر رو خیلی نظر خوبی میدونم. با فارس هم تیره است. اگه حساب بکنیم کرد مادها بودن، نصف هخامنشی ها کرد بودن. عراق باشم خودمو یه کرد میدونم ولی ایرانی هم نیست. خیلی هم خوشحالم که ایرانی هستم. شهر سلیمانیه در کردستان عراق توسط صفوی‌ها بنیان گذاشته شد و نام شهرزور به خود گرفت. این شهر تا سال 1244 شمسی جزئی از ایران قاجار بود و با دسیسه انگلستان و فرانسه و در زمان ضعف ایران در زمان محمدشاه قاجار از ایران جدا شد و به ترک‌های عثمانی پیوست. مردم سلیمانیه به مردم کردستان ایران بسیار نزدیکند، به طوری که کردهای ایران خویشاوندانی در سلیمانیه دارند. اهالی سلیمانیه به زبان کردی سورانی صحبت می‌کنند که همون زبان کردیه که در کردستان ایران هم صحبت میشه. زبان فارسی مسلطن.